یه سرزمین بزرگ، یه تمدن کهن و یه قصه واقعی. سلام، من طاها هستم و اینجا آریادانه، جایی که تاریخ شنیدنی میشه. راستش همیشه وقتی از تاریخ ایران حرف میزنیم ذهنمون میره سمت کوروش و داریوش و تخت جمشید. درسته نه؟ ولی ایران قبل از اونا چی؟ یعنی قبل از هخامنشی ها اصلا کی زندگی میکرده؟ چی ساختن؟ با کیا جنگیدن؟ چی ازشون مونده؟ تو این اپیزود قرار بریم سراغ یه تمدنی که خیلی‌ها حتی اسمش هم نشنیدن. ولی جالبه بدونید 1000 سال قبل از کوروش قدرت دست اونا بوده. تمدن ایلام. ایلامی‌ها تو منطقه‌ای زندگی می‌کردن که امروز بهش میگیم خوزستان، جنوب غربی ایران. پایتختشون شوش بود، یه شهر پررونق با بازار و معبد و قصر. اسم سرزمینشون هم خودش کلی معنی داشت، یعنی سرزمین مقدس. اونا یه زبان مخصوص داشتن، یه خط جدا که هنوزم حتی دانشمندان نتونستن کامل رمزگشاییش کنن. یعنی فکر کن یه زبونی 3-4 هزار سال پیش استفاده می شده. هنوزم یه سری چیزاش برامون نامفهومه. ساخت و ساز بلد بودن، مخصوصا معبد سازی. یکی از پادشاه‌های معروفشون آنتاشناپیریشا یه معبد خیلی عجیب ساخت. چوغازنبیل، یه زیگورات 5 طبقه آجری تو دل بیابون. نه فقط یه بنای مذهبی بود، یه جور نماد قدرت هم بود. هنوزم پابرجاست. یعنی اگر بری خوزستان هنوز میتونی بری وسط بیابون و اون سازه آجری عظیم رو ببینی. اما خب ایلامی‌ها فقط اهل ساخت و ساز نبودن، دست به شمشیر هم بودن. یکی از معروفترین پادشاهاشون به اسم شترک نهبنته یه کاری کرد که هیچ کس فراموشش نمیکنه. زد به دل بابل. بله، همون تمدن معروف بین النهرینی. نه فقط شهر رو گرفت، بلکه یه چیز خاص رو هم آورد با خودش. ستون قانون حمورابی، همون سنگ مشهوری که روش قانونهای اولیه تاریخ حک شده بودن. برداشتن و آوردنش به شوش، یه جور پیام بود. تو قانون نوشتی ما قانون تو غنیمت گرفتیم. عجیبه نه؟ اما خب هر اوجی یه فرودی داره. چند قرن بعد دشمن قدیمی ایلامی‌ها یعنی آشوری‌ها اومدن وسط و یه پادشاهی به اسم آشوربانیپال تصمیم گرفت کار ایلام رو یکسره کنه. ارتش ساخت قوی و بیره با برنامه ریزی درست. رفت سراغ ایلام، شهر به شهر جلو رفت تا رسید به شوش. و شوش سقوط کرد. آشوری‌ها تو کتیبه هاشون با افتخار نوشتن شوش را سوزاندیم، معبدها را ویران کردیم، ایلام را خاموش کردیم. اما اونا اشتباه میکردن. ایلامی‌ها از نظر نظامی شکست خوردن. آره، ولی فرهنگشون موند. بعدها هخامنشی‌ها اومدن و باز هم از زبان ایلامی تو کتیبه هاشون استفاده کردن. مثلا کتیبه 20 ستون 3 زبانه است: فارسی باستان، بابلی و ایلامی. یعنی چی؟ یعنی تمدن ایلام هنوز زنده بود، توی کلمات، توی خط یا حتی توی تاریخ. خب اینم از اولین قسمت پادکست آریادان. ممنونم که تا اینجا با هم بودی. حتی اگه یه کوچولو براتون جذاب بود حتما پادکست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و تو کامنت ها برام بنویسید که از کدوم تمدن یا دوره بیشتر دوست دارید بدونید. تو قسمت بعدی قرار بریم سراغ یه تمدنی که یه شاهنامه واقعی ساختن، مادها. پس منتظر باش. من طاها هستم و اینجا آریادانه، جایی که تاریخ شنیدنی میشه.